با نام خدای مهربان سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خانه‌دانتان. امیدوارم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. برنامه نوبتی کتابخانه است. انیق‌ترش یک برنامه ویژه داریم و در برنامه ما حضور دارند استاد مقصود برات اسلامزاده، پروفسور دکتر علم‌های فیزیک و ماتماتیکا و مدیر کافدره فیزیک هسته‌ای دانشگاه ملی تاجیکستان. استاد به برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. درستی از دعوت شما به برنامه خیلی خوشحال هستم، چون بیننده برنامه کتابخانه همواره به ما تاکید میکنن که در بخش علم‌های دقیق، مخصوصا طبیعی، علم‌های طبیعی، ریاضی، صحبت‌های زیادتر انجام میدیم و ما این تلاش رو خواهیم کرد. استاد نخست بگید که در حال حاضر با چه کارها بند هستید و زندگی رو در شهر دوشنبه چگونه پس سر میکنید و تا این جایی که به علم مشغول شدید، به تحقیقات مشغول شدید، از کارهای کرده خود راضی هستید؟ عموما حال هواتون چگونه است؟ پیش از همه تشکر که به برنامه دعوت کردید. راستی برای من خیلی مهم است که معرفگری علم‌های طبیعت شناسی از اون جمله علم فیزیک باشم در برنامه شما. من سالهای طولانی با تحقیقات‌های علمی در ساحه فیزیک مشغول هستم. در آوان جوانی تحقیقات‌ها را در مسکو انجام دادیم. در ساحه لازرهای نیم ناقلی کار میکردم. بعدتر در دانشگاه ملی تاجیکستان با سبب مدیر کافدره فیزیک هسته شدن سمت تحقیقات‌ها باز علاوه شد. این تحقیقات‌ها در فیزیک میکروعالم خیلی یک سمت تحقیقات‌های بسیار عجایب و شوق‌انگیز و آینده دار. استاد وقتی که ما با شما شناس شدیم، مخصوصا وقتی که با ویکی‌پدیا در آمدم و خواستم درباره شما معلومات بگیرم، واقعا کم اتفاق میافتاد که عالمای زنده تاجیک با قول در ویکی‌پدیا باشن و اینقدر مواد داشته باشن، اینقدر تحقیقات انجام داده باشن. ولی ما همواره اگر شما استاد ببینید از طریق همین برنامه‌های و شبکه‌های اجتماعی یک ایراده که وارد میشود این است که عالمان ما با چه کار مشغول هستند، تحقیقات انجام نمیدن یا ما در سطح جهان عالمانی شناخته نداریم و عموما فیزیک، ماتماتیکا در ما در سطح صفر قرار داره. شما به همین پاسخ، همین ایرادها چی گفتنی هستید؟ من گفتنی هستم که امروز اگر نهادهای علمی وطنی را نظر اندازیم، خیلی تحقیقات‌های جالب هستند، چی در سطح دانشگاه ملی تاجیکستان، چی در سطح اکادمی ملی تاجیکستان. فقط خیلی که شما در اول قید کردید معرفی نمودن این دستاوردها در سطح علم‌های طبیعت شناسی در جامعه امروزی تاجیکستان خیلی محدود است. البته تحقیقات‌های علمی در علم‌های طبیعت شناسی خیلی زحمت طلب و خیلی گران ارزش هستند. از این نقطه نظر اگر ما بها دهیم در اون شرایطی که امروز عالمان ما قرار دارند، دستاوردهایی که آنها دارند خیلی بالا است. وابسته به شرایط امکاناتی که در تاجیکستان است. بله. از جانب دیگر ما باید عالم همون نفری هست که هیچ وقت نالیش از نرسیدن مبلغ، نالیش از شرایط کاری، از این چیزا باید نالیش نکند. عالم همونی هست که در شرایطی بوده، در شرایطی که در اون کار زندگی میکند، تحقیقات‌های باید که سطح جهانی باشد. خوشبختانه در کافدره ما تحقیقات‌های برده میشوند که من شما بسیار ممکن شنیده هستید درباره نانو تکنولوژی. بله، این یک اصطلاح که همه روزه من یک چیز رو گفتنی هستم که نانو تکنولوژی در سطح اتم است. تحقیقات این 10 درجه می‌نویسید 10 متر یا در اطراف یک گنگستریم است، یعنی سطح اندازه‌های اتم است. اما تحقیقاتی که با شاگردان میبریم در سطح هسته است، یعنی ما باز 100,000 مراتب نازکتر کارها رو انجام میدیم که باز در همین شرایط کنونی، در همین اسباب هایی که امروز در کافدره ما موجود است، همین تحقیقات رو میبریم در سطح جهانی، در ژورنال های
معرفی شده سطح جهانی کارها چاپ میشوند. چرا این سوال من برای شما دادم در ذهن جامعه است کجا این سوال منشأ میگیرد؟ امروز شبکه‌های اجتماعی منبع شدن که مردم درباره جنگ‌های هسته‌ای زیاد میشنوند، درباره راکت‌ها میشنوند، درباره اون بیسپیلوتنیکو یعنی طیاره‌های بی سرنشین میشنوند، درباره من وقتی که به برق شود درباره وای هسته‌ای گس‌های هسته‌ای میشنوند و بورا میتونیم به دوش عالم تاجیک تنبل است، ضعیف است و در این سمت کار نمیکند. نظرتون به این سوال چی است؟ من فکر میکنم که عالی صحبت وقتی که سری حل همین معماهایی که در پیش علمای تاجیک استاده است در پیش جوانان علم طلب ما استاده است ما صحبت میکنیم. از نقطه نظر علمی امروز ساختن سلاح هسته‌ای یا که реакторهای هسته‌ای یا اینکه استانسیون اتمی انرژی اتمی ساختن راکت ساختن به سرنشین یگان معمای علمی نیست. یعنی شما دلپرانه گفتم میتونید که علم تاجیک میتواند این کارا کنه؟ به یگان مبالغه فقط مبلغ ضرور است. خیلی مبلغ‌های زیاد ضرور است برای یک فرض کردیم یک реактори атомӣ сохтан чандин миллиард доллар дар кор аст ё ин ки барои як бомбаи ҳастаӣ сохтан чандин миллиард доллар дар кор аст. баъзеҳо фикр мекунанд бисёр фикрҳои сатҳӣ мекунанд мегӯянд мо кӯҳ дорем дар кӯҳ уран дорем ин дорем вай дорем мебахшанд. ин чизо бисёр чизои хандаовар аст. аз нуқтаи назари илмӣ уран дар таркиби ҷинси кӯҳӣ аст. جنسی کوهی اگر دغل کرده گوییم یک کم از اگر جنسی کوهی بیاریم کارکرد کنیم همگی یک چند گرم اوران میگیریم. تصور کنید و تازه کردن دکور چندین اسباب هایی که ضرورت تازه کردن داره هم به یه گرانبها است. حتی همین ایرانی که چقدر از ما بزرگ است بعضا مبلغش نمیرسد که این کار با هم بودجه با هم توانایی از دیگر کشورها کمک میگیره. از باز تکرار میکنم از نقطه نظر علمی یگان مشکلات نیست. این همین میتونید که امیر آشکارا که علم تاجیک مشکل نداره مشکلی نداره برای لیکن مبلغ ضرور است و غیر این آیا هم ضرورت است که همین چیز رو مسوزیم. من فکر میکنم ضرورت نیست. درباره بعضی استاد شما فکر میکنید واقعا ما ضرورت نداریم به مثلا موشک‌های دور پرواز طیاره‌های بی سرنشین یا تا راکتورهای اتمی در جهانی که امروز ما زندگی می‌کنیم و در اطراف می‌بینیم چی خبر است؟ از نقطه نظر استراتژی همچنین اولی نظر استراتژی من فکر میکنم که همین آموزشی جوانان از نقطه نظر استفاده سلاح‌های زمانوی خیلی ضرور است. یعنی باید استفاده شد ما آموزونیم. حتی همین یک دانه از یک سلاح باشدن باید تمام جوانای ما از استفاده آگاه باشند. برای این خیلی بعضی پیشنهادها هست من در آخر گام میزنم که چیکار باید کنیم. خیلی من فکر میکنم که بمب هسته‌ای برای ما ضرورت نداره چون که تا درجه که اگر که ضرورت استفاده بمب هسته‌ای از جانب تاجیکستان پیش آید اگر علاقه این جهان باید که بله تصمیم بگیرد برهم معنا پیدا نمی‌کنه. دولت‌های بزرگ اگر که استفاده میبرند ما یک دو تا استفاده بریم مسئله رو حل نمی‌کنند. استفاده انرژی اتمی نازکای خودش رو داره. بسیار از نقطه نظر اکولوژی اونقدر چیزی ساده نیست، تازه نیست. انرژی اتمی یکی از پرابلم اساسی اون پرتاب‌های ماده رادیواکتیو است. یعنی همون اوران توری و پلوتونی رو وقتی که استفاده میبرند و پرتاب‌هایش پیدا میشه پرتاب‌های وای رو رادیواکتیو میشوند و ماده رادیواکتیو رو یگان کور کرده نمیشه و در آب نیست کرده نمیشه سوزانده نمیشه. تنها یعنی اینکه مردم میشیند فقط این چیزا رو میبیند که مثلا ترکیه نساخت ازبکستان در آینده میسازد مثلا چیزای شیرین هستن ولی عمق این علم‌های دارد که مثلا عالم‌ها درک میکنن چی گپ است. ما درک نمیکنیم که گیس‌های ما چقدر ارزش دارن از نقطه نظر اکولوژی. چقدر انرژی سبز بالاتر است از هر گونه انرژی علابی و اتمی. از همین نقطه نظر من فکر میکنم که اگر علاقه تکنولوژیش کارکش شده است استانسیون اتمی انرژیتیک اتمی کوچک هستن ساخته میشن. اگر که همین رو ساخته شوند ما میتونیم که از آنها استفاده بریم
برای استفاده موسمی، لیکن این برای طبیعت زیبای تاجیکستان خیلی ضرر داره. میبخشید همون پرتوهای ماده رادیواکتیو دوره شوروی که در تاجیکستان شمالی است برای هزارها سال ملت ما بسنده از ضرری وای. باز ما همین معماها باید گرفتار نشیم. استاد شما در یک مقاله‌تون که بخشش دست به علم‌های طبیعی ریاضی، یعنی تاجیکستان استراتژی دارد که در 20 سال آینده یعنی این سوهر رشد دیاد جوانان زیادتر آموزن و این سوهر رشد و جوانان زیاد بیان، اونجا یک مسئله گذاری کرده که درباره همه ذخیره‌های طبیعی و انرژتیکی شما ذخایر انسانی را، یعنی فاکتور انسانی را درجه اول مونده. چرا؟ بله. وقتی که رسانه‌های خبری عموما و واسطای اخبار عموم درباره بویگری‌های تاجیکستان سخن میگویند، درباره خیلی مثال‌های بسیار میارن، ما کوه داریم، این داریم، وای داریم، لیکن مطلقا من باوری دارم که اساسا ما دو بویگری داریم. یک بویگری ما این آب است، در حقیقت آب. این بویگری ما امروز حالا ما نمی‌فهمیم، در آینده اونقدر این چیز مهم می شود که تصور کردن حتی اصل جنگ‌های آبی با وجود آمده این عصر خیلی مهم است. در حقیقت آب بویگری ما است. آب بویگری برقرار شونده است، طبیعت خودش برقرار میکند، تمام نه از بین رونده نیست. خب درباره ذخیره آب، استفاده آب، اهمیت آب رسانه‌ها خیلی میگویند، در سطح جهانی معرفی شده است این چیزها. من چیزی گفتنی نیستم. بویگری دویم ما این مادر تاجیک است. من باوری کامل دارم که ذخیره انسانی، نیروی انسانی در یگان دور زمان به همچون ضرر آورنده یا یگان منفی معرفی شونده نمی شود. یعنی همین جنگ‌های اوکراین هم نشون دادن، مثلا که همین قدر مثلا تشویقات می بودن، این بمب هست، راکت هست، سرنشین هست، بی سرنشین هست، سمالیات هست، این هست و هست، لیکن به انسان به همون فاکتور انسانی یکم پرابلم حل نشده شده است. یعنی این مسئله حتما باید که جای خودش رو یابد. انا خوشبختانه یعنی نفوذ اهالی تاجیکستان خیلی بلند است. بعضی ها در تشویش هستن، یکم تشویش نیست، این بویگری است، لیکن بویگری است. لیکن اینجا یک مسئله خیلی نازک است که استفاده چقدر که ما آب رو نقشه کرده، استفادهش معرفی کرده، کم و بیش علاقه استفادهش رو ما سر کردیم، باید نیروی انسانی هم استفادهش باید که یک مجروی خود رو یافته باشند. باید چخیل ما جوانان، نیروی بزرگ جوانان رو چخیل استفاده بریم. امروز متاسفانه ملت ما همچون ملت مردیکار گستر بایتر در سطح جهانی معرفی میشه. از این بسیار ناراحت میشد استاد میبینم. چرا شما از مسئله مهاجرت بی‌بندبور قدر ناراحت هستید؟ من که کاملا باوری دارم که علم حقیقی اصلا در زبان انگلیسی علم کلمه ساینس علم فقط این طبیعت‌شناسی رو در بر دارد. من کاملا دوباره دارم که همین علم طبیعت‌شناسی در بین همین دو دنیا اولین مراتب پیدا شده است، در مقارنت پیدا شده است. این به یگان مبالغه حتی همین تاریخ علم رو اگر نظر کنید بیشتری نمون تحقیقات‌های علمی، کشفیات‌های علمی که در ساحه علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق شده است تو تقدیس ساز ملت‌های تمام جهان شده است، در همین جا کشف شده است. یعنی ما اینجا این کار نداره، اون جایی که فخر فروشی نیست که واقعا این حقیقت است. اگر که ما هم خیلی باشیم، وقتی که ما خودمون رو معرفی میکنیم ما میگیم که ما تمدن ساز هستیم، تمدن آفر هستیم، ما تمدن داشتیم، اگر که هم خیلی باشیم امروز ما همچون ملت مردیکار معرفی میکنم بسیار سخت میرسد. اینجا یک چی است خیلی تقدیر همون خیلی در سالهای مشکل تاریخ ما پس سر شد، یک مجبور شدیم که تو همین درجه رسیم. این چیزا همه جا به نظر میگم، لیکن همین نیروی عقلانی جوانای ما که من هر روز سر و کار میکنم با اونها، هر روز در سینخونه برای اونها درس میگویم، نیروی عقلانی اونها در حقیقت خیلی بلند است. این گپایی که در دوره شوروی زور بوده جوانای ما خود به سواد هستن، این اصلا همه این پایه حقیقی ندارد. با نظر نیک نگاه کردن به هر گونه حادثه، به هر شخص، به اطراف، این یک هنر از خودش هر کس میتونه تنقیح کنه.
زور باشی با یک نظر نیک نگاه کن و یک کسی گیر تربیت کن برای راست هدایت کن. یک نفر کمتر مصلحتی که یک انسانی کامل شود یعنی آدم زور است. بسیار جوان میگن وقتی که ما متماتیک میشیم فیزیک میشیم در به درجه های عالی اینا یاد میگیریم کجا باید کار کنیم وقتی در استحصالات نیست وقتی که اون زواد و فابریک ها نیست که ما این عملی کنیم کجا در این علم عملی کنیم. شاید میگه که از سبب دلسردی همین است. پاسخ شما به این سوال چی است؟ دلسردی متاسفانه دلسردی سبب اساسیش این نیست. سبب اساسیش نگاهی نادرست به فلسفه زندگی است از جانب والدین از جانب جوانان. برای آنکه نگاهی فلسفی درست به زندگی شد پیش از همه حسی وطنداری، وطن دوستی، ملت پرستی، خودآگاهی این چیزا رو ما تربیت کنیم. جوانی که خودآگاه است وطن پرور است و روح نادرستی زندگی را انتخاب نمیکنه. برای وای بعضی منفعت های لحظوی آنقدر مهم نیستند. برای وای منفعت های ملی و یا اینکه کمالات شخصی خودش خیلی بالا میسد. از همین نقطه نظر اگر که ما نویل شویم به همین تربیه جوانان به همین روحیه خیلی پرابلم های ما آسان می شود. استاد شما در همون مواد قید کردین یک نظر به من پیدا شد. مقاله که شما نوشتید درباره 20 ساله علم‌های طبیعی ریاضی که حکومت استراتژی دارد چون استراتژی دارد 5 سال علاقه میشد سال 5 سال میشد باید یک جریقه های پیدا میشد یک انگیزه های پیدا میشد یک برنامه خوبی را ما میدیدیم یک واکنش خوب را میدیدیم ولی متاسفانه این چیز به نظر نمیرسد. واقعا ما اظهار نگرانی داریم. میخوام نظر شما رو بفهمم که چه عامل ها باید باشد یا چه کارها باید صورت بگیرد که نمیشد که 8 میلیون 10 میلیون به سمت فیزیک و متماتیک برد ولی یک نشانه های یک انقلاب علمی به وجود در این سمت در ذهن جوانان. عاملش چی است؟ پیش از همه باید قید کرد که همین قبول همین 20 ساله آموزش و رشد علم‌های طبیعت شناسی ریاضی و دقیق در سایه علم و معارف خودش این یک تحولات است. تحولات در جامعه ما است. تصور کنید که در سطح بالایی خریب که طبیعت شناسان نیستن لیکن راهبریت عالی دولت ما در نتیجه تحلیل روندهای سیاسی دنیای امروزه به همین خلاصه کاملا درست آمدن که اگر که ما همین کار رو نکنیم جوانای ما به همین سمت‌های علمی طبیعت شناسی نروند کادرهای ضروری رو اگر ما اقتصادی آینده تویشون خیلی محدود می شود. تا امروز دستاوردهایی که ما داریم از اکثریتش از حساب دیگرگونسازی ساختار اقتصادی ما به دست آمده است. یعنی فرم خواجگی فرمری کارخانه شخصی خصوصی گردانی کارخانه ها این و هم از حساب همین آمده است. دیگر اینا هم قریب که ذخیرهشون به آخر رسیده است. بعد آینده باید از کدام حساب پیش بریم. یگانه راهش همین است. برای همین این تحلیل خیلی سری وقتی است. خیلی قبول همین استراتژی خیلی سری وقتی بسیار عجیب است. لیکن متاسفانه اینا شما درست قید کردید 5 سال گذشته است. اون دستاوردهایی که امروز معرفی میشوند همه سطحی است. وقتی که میگیم که ما در دوام 5 سال چیکار کردیم در رو پیش میاریم برای میگیم آزمون فروغ چند المپیاد و چند المپیاد این فروغ معرفت خب این و اینا حتی من بسیار افسوس میخورم که همین چیزها رو با تمام دیگر با مقصدی تماما دیگر پیش ملت پیشنهاد کرده هستند و یک بیزنس پروژه تبدیل یافته است. حتی علامه‌وارش آن است که همین بهترین جوانایی که در سطح جهانی در سطح جمهوری غالب آزمون‌های المپیاد میشوند ما میبینیم که آینده یک عالم خوب شدن یا متخصص خوب شده میتوانند همونها هم به همین بیزنس پروژه داده شده بعد تمام کردن مکتب عالی حتی ماجستراتور رو خواندن نمیخواد میروند یگان مکتب میروند همونجا تیار میکنند همون کودک‌ها رو برای آزمون‌ها برای المپیادا یعنی برای همین نظر شما استاد یک گپی جالب گفتید که بسیار از این گونه مرکزها خیلی زیاد هستند در تاجیکستان که به همین کار مشغولند. یک کسی خیمی میکنه فیزیک میکنه واسه تست یعنی عالی ما با این یک عالم نیاز داریم که در سطح جهانی در سطح علم اینا چی کرده میشه. اولش اینکه همون مرکزهای آموزشی که هستند و اینها رو از همون نفرایی که فقط برای المپیاد آزمون‌ها تیار میکنن فرق کردن در کار مرکزهای آموزشی بسیار خوب هستند و همین دانش جوانان رو در سمت علم‌های فیزیک متماتیک زبان آموزی کامپیوتر خیلی مستحکم میکنن. این بسیار ضرور است.
اکنون همین یک پرابلم اساسی همین است که اگر ما همین رو حل کردن نتونیم این همش هیچ است. این جلبی همون جوانایی که ما در مکتب‌های در لیسه‌ها در گیمنازی‌ها در مکتب‌های خصوصی تربیت میکنیم محض به سمت آموزش علم‌های طبیعت شناسی. عجایب رو ببینید، تضاد رو ببینید. اینا خودتون هم یک اطراف نظر کنید، در دیرخو اویله مبلغ رو نگاه نکرده، صرف مبلغ رو نگاه نکرده، والدین فرزندانشون رو با مکتب‌های سمت‌های ریاضی فیزیکی یا اینکه طبیعت شناسی میبرن، مبلغ رو میتونن بگن که بچه‌م تو متماتیک رو خوام، فیزیک رو شیمی خوام، بیولوژی خوام، آدم میشی. در حقیقت همون خیلی نفره که همین علم‌ها رو از خود کرده است و جهان بینیش دیگر است، بها دادن به اطراف تماما نقطه نظر دیگر است. سر کار میگه با علم واقعی سر کار دارد و واقعیت رو درک میکنن. بسیار عجیب. همین رو والدین در مکتب‌های میونه درک میکنن، لیکن عجایبش است که همین قدر مصرف سر میکنن، فرزند رو تیار میکنن، همین که وقتی انتخاب به دوام تحصیل در مکتب‌های عالی میشود دیگر سمت رو تماما دیگر میکنن. بسیار نکته جالب است. از صنف 1 تا 11 شروع میکنه، مکتب متماتیک ایلواگی میگیرد، شیمی ایلواگی میگیرد، فیزیک میخواند و همیشه روی دقیق است. ولی وقتی انتخاب میاد، سر انتخاب میاد، من فکر میکنم شما فکر نمیکنید که آینده همین در نظر دارن، یعنی این نتیجه را میخوان ببینن چی است. اکنون بسیاری ها نتیجه های یا منفعت های لحظوی رو در میخوان که به دست دارن، لحظوی رو به علم مشغول شدن، به راه علم رفتن، یک عالم رو تربیت کردن، یا اینکه یک نفر مهندس خوب شدن، یا برنامه ساز، یک طبیب خوب شدن، خیلی زحمت رو طلب میکنن. کاری آسان است. برای این میگویم که خیلی علمون حسی وطنداری خیلی بلند رو داشتن در کار است که به همش طاقت کرده و به همین سمت روید، لیکن آخرش بسیار عجیب است. آخرش انجامش شیرین است. انجامش اون چیزی که شما درک میکنید به جهانی کبیر و یعنی تنها به خاطر ملت نه، برای جهان، برای بشریت خدمت میکنید، برای بشریت، برای خودتون خدمت میکنید. خودتون در پیش خودتون مقام و مرتبتون بلند میشه. ارزش انسانیتون بالا. نفری که با علم‌های طبیعت شناسی سر و کار دارد و غروری بلند دارد و با هر گونه کمامت‌های زندگی طاقت میکند، به هر کس سر خم نمیکند، غرور دارد، به هر ملتگرا یا اینکه دعواهای نادرستی ملتگرایی میکنند و ملت شما رو پس میزنند، جوابی سزاوار داده میتواند، چون عالم است. ببینید خود اگر این شیرین نباشه، جالب نباشه، همون تجربه‌ای که ادسون کردن، مثلا بعد چند گفت اگر بعد 1000 بار پیش من این تجربه رو انجام میدادم، این چه کاری بزرگ برای جامعه انجام شد که مثلا کاری که اینشتین کرد، مثلا شما یک مسئله بسیار نازک رو در اول قید کردید، گفتید که خمی عالمای ما چیکار میکنن. بله، من یک چیز رو میگم. وقتی که فرادی همون قانون ایندوکس الکترومغناطیسی رو کشف میکند، در همون اکادمی شایگری بریتانیا کبیر برآمد میکند، نفری میگه که پروفسور محترم همین برای چی در کار است؟ و فکر میکنن چی جان با هم میگن ممکن یکان بازیچه خوبی ساختن ممکن است. امروز به قانون فردی عموما زندگی رو تصور کردن ممکن است. تمام جهازهای اما الکترومغناطیسی، اسباب‌های الکتریکی همش از روی قانون فردی کار میکنن. اینا مخیرت. امروز کارهایی که انجام داده میشن در سمت علم‌های بنیادی این معنا ندارد که همین روز باید من یک چیز دیگر هم وقت نگرانم که یک صاحبکار تاجیک، یک آدمی که مبلغ دارد، خب به یک سرآینده میدید، به یک بلاگری که نمیدونم او آخرش چی میشود، چی میارد برای یک ملت میدید، برای یک کارهای بیهوده. چرا در ذهن ما همین خیلی است که ما یک عالم فیزیک را بگذار کاری همون نتیجه نداشته باشد، دستگیری نمیکنیم؟ چرا عالم متماتیک را دستگیری نمیکنیم؟ ما با این نظری همیشه نتیجه رو نگاه میکنیم و میگن چرا عالم ما قپلا میگیرن، ما صرف میکنیم در فیزیک و متماتیک نتیجه ندارد. آیا در علم همین به نتیجه کار کردن هم میگم نتیجه چی سودیم که محصول نداشته باشه؟ سر اول باید قید نمایم که همین اون چیزی که شما صاحبکار رو دربارشون گپ زدید علاقه همین درک همین مهمیت مسئله از جانب اونها هم پیدا شده است
نه مکتب ها میسازن، لابراتوری تجهیزات کتاب رو از حساب خودشون چاپ میکنن، هم مکتب ها رو آباد میکنن، کوچه ها رو اسفالت میکنن، هم نشانه های اول حتما خدا کند که روز میرسد که تا درجه های بالا رفته علیما رو هم دستگیری میکنن. باید قید نمایم که خودش علم همون خیلی است که اگر که من همین یک خواهم که به همین تحقیقات علمی مشغول شدم و این نتیجه شالکه دونم که در وجود این تطبیق میشه، این علم نیست. من نمیدونم که این چی میشه، تحقیقاتی من تا کجا میبرن نمیدونم، این علم است. برای پیشکی گفتن که باید که من با این مشغول شم، این کار میشه، این کدی مشغول خیلی هم نیست. در علمی خیلی نیست، علم خیلی نیست. علم نمیدونید که چی میشود، عجایبش هم در همین است. دنیای نامعلوم است. وقتی که وارد میشید هر یک در سری هر یک قدمی گذاشته شما یک تغییرات از یک نویگره هست، همین علم است. خودی همین مشغول شدن با تحقیقات علمی که بگذار چقدر شما گفتید نتیجه با نتیجه مثبت نآورد، خودش یک چیزی بزرگ است. در این راه کادرها تربیت میشوند، جوانان طرز تحقیقات علمی را میآموزند، دانشجویان درس میگوید، در اساس همین اونها بهره میبرند، خیلی گینافوند ملی پیدا میشود، مجموعی انختارش یه محیط علمی پیدا می شود که یک روز یک چیز آدم میبرد، یک چیز حاصل می شود. استاد زمانی که شما تحصیل کردید مثلا به سمت فیزیک رفتید در زمان شوروی، همین محیط شما همین که محیط ما بود نبود، مثلا تلفن و کامپیوتر این قدر دستاورد ما میبینیم ولی توجه نمیکنیم که سازنده یکی است چی است از کجا پیدا شد. چون شما به سمت فیزیک رفتید، چرا مثلا این قدر بچه تاجیک هم چیزا میبیند ولی تلاش نمیکنه، دلش گرم نیست؟ بسیار سوال جالب، من بسیار میخواستم شما این سوال رو دیدم، من بعضی چیزها رو یادداشتم میگیرم. اولش اینکه سالهای 60 70 در تاجیکستان محض همین زیویای ما میخواستن که فرزنداشون با علمای طبیعتشون مشغول کنن. جدی یعنی همین خیلی بودین شعر و شاعری که میگن، همین شاعر و فرزنداشون همشون فیزیک و ماتماتیک دارن. خدا رحمت کنه یا همکرسی من اقبال فرزند عبید رجب یک فرزند داشتن، یک پسر داشتن فیزیک بود. همراه من میفی میخوندم و ام بی او میخوند حمایه کرد، عالم شد. یعنی محیط هم خیلی بود. اگر که شخصا درباره من سخن من مکتب دیهات رو تمام کردم. منم مثل دیگران در همون خرسواری و علف بیاری و دهقانی و یاردن به والدین و همین کارا که مشغول بودم، خیلی بازی فوتبال و لیکن شوق خواندن که داشتم همین چیز رو پدرم خیلی تیز درک کردن، خدا رحمت کند. همه صنفی دو خواندگی بودن لیکن بسیار عالما رو دوست می داشتن. یک نفر دوستشون بودم در قید حیات نستم، پروفسور دکتر جون سعیدوف، فیزیک بودن، پروفسور بودن، بسیار انسان عجایب بودن. با من دائما میگفتن بچم مثل همین دادا میشوی، من ضرور باشد مایکه آخرین تنم رو میفروشم برای تو صرف میکنم. همون روزا که مثل همین دادا شدی همین مصرفم رو میبخشم برای تو، من راضی میشم. اینا خیلی فرزند ذهن شما چقدر ذهن شما که بچه‌ش باید عالم شد، عالم فیزیک شود. من همینم مثلا طرف بهترین ماشین دارد، بهترین خانه را دارد، از بهترین دستاورده امروز استفاده میکنه ولی میخواد بچه‌ش رقاصه شود یا سرایانده شود یا نمیدونم نمیفهمه معامله هیچ درک کردن نمیتونه. این طرز بها دادن به اطراف، بها دادن به تربیت فرزند متاسفانه نه به همه به فکرم داده شده است. نه شما فکت جالب بگید سال 60 70 در ذهن چی تحولات شد در اینجا که مثلا حتی گفتید که هم شاعر نویسنده خواستن بچه‌شون به علم دقیق روادن به علم طبیعت. از همه مهمش معرفی همین سمت تحقیقات علم است. تصور که بمب اتمی، گاگارین، تحقیقات نو، اسباب‌ها این و امروز خیلی دیگه امروز همین از همون دوره بیشتر امروز تحقیقات علمی کشفیات شده ایستاده است. همین من بسیار عجیب است. لیکن همون نتیجه رو امروز استفاده میبرند و بهادهی درست نیست. انا تصور کنید من وقتی صنف نو میخوندم از وزارت معارف جمهوری تاجیکستان یک نماینده ها رفتن انکیتی رو نگذاروندن، یعنی پرسش گذاروندن
که چی شدم میخوایی در همون صنفی نه من در همونجا نوشتگی بودم که من فیزیک شدم میخوام عالم سایه فیزیک شدم میخوام در صنفی نه در دیهات. انا کنم تصور کنید که امروز اگر همون خیلی من تصور میکنم که امروز اگر که در دوره بچگی ما دسترسی به همین معلومات ها اونقدر سبک میشد گوگل میکردید همش میفهمید ناویگری او خیلی هم مثلا حلش هست هم باشه عالم آخرین حال آمریکا چیکار کرد انگلیس چی گپ میگه همون معلومات اگر این قدر معلومات رو ما از خود میکردم من نمیدونستم که چی میشه بله ها که اینش چی بازگشت نداره از کفا با دادن نداره لیکن من تنها همین میدونستم که همین کتابی مکتبی هست همین کتاب رو از خود کردنم دکور وظیفه من تمام شد. من همین تقریبا نیم ساعت من درس تیار میکردم همش جابجا میشه دیگه. وقتی خالی داشتم از کودکی من یه پرابلم دارم، پرابلم من همین است که من وقتی خالی بسیار دارم، هم شکایت میکنن از نداشتن وقت. من دویم وقتی خالی هم زیاد بود، خوشبختانه همین بود که من خیلی با مطالعه کتاب‌های بدیهی دو داشتم خیلی ولی صحبت می‌کنیم. بیاد استاد در همینجا در بخش کتابو بگذاریم، مسئله کتابخوانی از مدرا یادآور شد که بزرگترین سرمایه ملت ما مدرا هستند. بعضی از استادان میگن درست است که در برابر این سرمایه هستن اگر دانش نداشته باشن نخوانده باشن در این عصر اینا نمیتونن اصلا خوب به دنیا بیارن. این یک مسئله دیگه همین کتاب خوندن در بین علما مثلا ما رو قانع نمیکنه، شاید ما اشتباه میکنیم، شاید ما کمی کلان حرفی میکنیم. میخوام نظر شما را بگیرم که کتاب مطالعه چرا از مد رفت در این کشور. در اول باید بگم که اکثر بزرگای ملت ما در دوره شوروی حاضر همه که خودشون رو بزرگ حساب میکنن همه قریب از دیخود برآمدن. مادرشون سواد کافی نداشتن، پدرشون سواد کافی نداشتن، لیکن چی داشتن؟ انا همینجا میخوام استاد چی داشتن هم پدر و مادرها؟ لیکن عجایبی در دیگه چی بود؟ من یکی از سبب‌هایی که برای چی با علم و معرفت انقدر جوانای ما چی شوق ندارن، من یک چیز رو میگم. در دوران شوروی دو راهی از اسارت عقلی برآمدن از محیطی همین محکم، محیطی خیلی چیگم پوشیده برآمدن. دو چیز بود، یک تا با ورزش مشغول شدن، دوم با علم مشغول شدن. کسی که با ورزش مشغول میشد امکاناتی با خارجه برآمدن، با دنیا رو دیدن. علم هم خیلی بود، عالم دویمو در همه جا میتونست در سفر باشه با چیزی که میخواد مشغول باشه، یعنی آزادی بود. حاضر اکنون که سرحد شدگی هست، همه جا شدگی هست، جوانان امکانات خیلی وسیع بسیار دارن. متاسفانه همه به سمت علم‌های طبیعت شناسی خیلی توجهی کم دارن. خب الان مسئله دانش مادر، دانشی لحظوی مهم نیست. همین فرض کنید مادرتون، پدرتون، باباتون، بیبیتون دانشمند باشه، شما دانشمند میشید. در علم این مهم نیست، در این گنفان مهم است. ما که فرض کنید همین قدر درجه رسیدیم و با گفتی بعضی دستاوردهای علمی داریم، این اسباب گنفاندی ملی ما هست. من گفتم که در بله دو دایره استاد ببینید انا ببینید که شما خیلی ماشید که یک ملت که بیرونی داشت، سینو داشت، فارابی داشت، یعنی این قدر و در اینجا آمد امروز روشد و جمع شد و کیم چیز دیگر شد رفت. این همینجا چرا همین پیوند گم شد؟ چی بود عاملش؟ یک پیونده که این روح این گنفاند پیوست نشد که مثلا معرفیگر بیشتر باشه. پیوست نشد. حاضر مثالی که ما شما پیوست شد یعنی میگن همین آسیمی و باباجون غفور و دیگر هم نتیجه این پیوندی ان بزرگای که این ملت از همون گنفاند ملی آمادگی است. این قصد اصلا یک چیزی دیگر رو ما میگم. اگر که اون قدری که عذاب و کلفتی که به سر ملت ما اومدن در تاریخ بعدی فرض کردیم سالهای 1200 عصر 13، اگر یک ملت دیگه می بود من نمیدونم چی میشد به ملت. ممکن تمام میشد نیست کمان ملت‌هایی که نیست شدن در تاریخ. صد فکر نمیکنید که همین بالاگردان ما کتاب بود، همین دانشجو بودن که ما را حفظ کردند همین طول تاریخ. من یک چیز عجیب رو به شما میگم. یک روز شنبه در دانشگاه یک همایش علمی شد بخشیده به
روزی استاد رودکی در همونجا یک انسان بسیار عجیب پروفسور میرزا سالی برآمد کردن معروضه کردن در معروضهشون درباره رودکی نبود، درباره همین سهم همین شاعرای نویسنده ها برای همین نگهداری ملت بود. پس از همین گفتگوهای اون کس رو شنیدم برآمدم یکی دیکن فیلولوژی رو با خودم آمدم اصول محترم از همین روز اعتبارا من یگان عموما به سمت شما دیگر با نگاهی خیلی از بالا نه از بالا به شما شاید کسب شما اوی دراز تحقیق کردن شما علم انجام میدن دیگر همین گپ رو نمیگم، زیرا هم اصول اثبات کردن که نگهداری ملت محض به همین زبان وابسته است. زبان هستی ملت زبان ما بود که ما همین ملت رو نگاه داشتیم، امروز تا همین درجه رسیدیم. لیکن من مطلق باوری دارم که روز میرسد که باز ما یک جمعیت میسازیم که در آینده میگن که اینا تمدن آفریدن. خب یعنی قصد من میخوام برگردم به اون پدر و مادری گفتید که شما رو در دهات تربیت کردن. من خیلی از عالم‌هایی را که زندگیشون دیدم به یک جای رسیدن، به یک مقامی رسیدن، مخصوصا استادانی که در دانشگاه هستند و امروز بین شاگردان قدر میشوند، دست به پارا نزدن، یگان بار پارا نگرفتن، از استاد چیزی طعم نگرفتن. خب اگر میبخشید استاد، من نمیخوام که به عزت نفسی کسی رسیده باشم. اول پیش از این سوال دادن عضو شما بارم از دانشجو مثلا پارا گرفتید، مخصوصا در شما علم دقیق کار میکنید، اگر 3 مونده باشید یک فرمولا را خطا میکند، یک وقت خطا میکند، عذر زیاد استاد. فقط میخوام شما، چون این شاید شاگردان شما میبینن، شاید جامعه شما رو میشناسد، یعنی با افتخار شاید باشد، شاید از این منبر گفتم میتونید که بار دست به فساد نزدید یا کار علمی رو هم تو سرسری نگذراندید و یا اینکه نه انسان هستیم، عامل های انسانی است، میتونیم هر کارا بکنیم در دانش. مرد باید راههای درستی تامین کردن اویلش رو داشته باشد، یعنی مبلغ جمع کردن. باور کنید من اونقدر راهها میدانم که ضرورت به دست زدن به همین عامل‌ها مطلق نیست. من تصور کردن نمیدانم که از همون مبلغ که از دانشجو میگیری کدام پرابلم مولوی من حل میشود. بغیر از این من رسالت عالمی خود رو بسیار چقدر درک کرده هستم. من میدانم که آفریدگار مرا برای چی عالم کرده است. یعنی هیچگاه استاد دست به فساد نزده. من به خاطرم حتی یگان مراتبا آمده است. من در این مسئله شاگرد استاد سید جعفر قادری می باشم. اگر که محیط علمی پرسید که استاد سید جعفر قادری چه انسان هستن، بسیار نقل میکنن. وقتی که ما دانشجو بودیم سحری اول یک دسته نام می آوردم، میگفتن که بچه‌ها اولی نخورید بعد دسته آغاز میکنیم. بعضی امکانیت‌ها شاید من همین کارو تکرار میکنم. خودش من نمیفهمم از نفری که خودش برای علم آمده است از وی یگان تمجوی کردن، این خودش یک نمیدونم این چی است. لیکن من با دیگران کار ندارم. من درباره خودم گپ زده ایستادم. توزیع‌کاری، مهر، محبت نسبت به شاگردان این یکی از راه‌های تلقین برای انتخاب درستی تحقیقات علمی است. در دیوار کافدرای من در دیوار من خودم یک دست‌نویس زده ماندگیم، سخن‌های امام اعظم است. گفتگی هستند که به شاگردان به مثل فرزند خود رفتار کن. این کار رغبت آنها را نسبت به علم بالا میکند. وقتی که شما گفتید که بسیار علما و دانشمندایی که از دیه اومدن پدر و مادرشون سواد علمی در نظر نداشتن، ولی وقتی به جنبه زندگی اونها نگاه میکنیم ما واقعا پدر و مادرشون حلال کار، حلال خور، حلالیاب و علم دوست بودن که به نتیجه رسیدن. من ندیدم در زندگی که مثلا کسی برای فساد و حرام یک عالمی را درست تربیت کرده باشه و نتیجه از او گرفته باشه. اصلا علمی خودش یک کسبه مشکل است و نفری که در حقیقت خود را عالم حساب میکند، یعنی فرض کردیم ما با تمام سیر و اسرار طبیعت سر و کار داریم، اون چیزی که آفریدگار آفریده است و با انسان عهد داده است که اگر تو زور باشی کنی آفریده های من رو سیر و اسرارش رو یا یکی از رسالت های انسان همین است. من فکر میکنم تفکر کنه، تدبر کنه، تعقل کنه. وقتی که به همین چیزها سر و کار داری، اگر که خودی که موفق شوی باید که آری از این چیزا باشی.
مطلقا حلال کار باشید، نیتی پاک داشته باشید. به این نمیشود. خب خیلی افتخار هستید این گونه استادان و از زمین در سیمای شما با تمام همین استادانی که در دانشگاه هستند، در مکتب میان هستند که باری از دانشجو طمع نداشتن، فساد نکردند، دست به فساد هستند، واقعا افتخار هستند. این باید گفته شود و این باید قدردانی شود. و آنها که میخوان درباره استاد جا شما من بگم درباره استاد معلومات بیشتر بگیرن، مقاله‌هاشون که در سطح جهانی نشر شده است یا رساله و کتابیاشون با ویکی‌پدیا مراجعه کنید. مقصود برات اونجا اگر در ویکی‌پدیا مقصود برات برات اسلام میشه، اگر بزنید در ویکی‌پدیا بله بسیار معلومات جالب در راسته اونجا نشر شدن. استاد که در آخر میخواستم نظر شما رو با جلب جوانان با فن‌های طبیعی ریاضی بگیریم و اگر پیشنهادی برای برنامه کتابخوان دارید در آینده ما چیکار کنیم که تو حداقل بتونیم چند نفر رو به این سمت بیاریم، صحبتتون رو خلاصه کنید، برنامه رو به انجام برسونیم. خب من فکر میکنم که همین چیزی که قید کردیم معمای اساسی این جلب جوانان برای آموزش علم طبیعت شناسی است. از همه مهمش وقتی که جوان صاحب همین دانشگاه میشود و زبان رو خوب میداند و در بازار جهانی همیشه جای کار خود را مییابد با مبلغ‌های خوب. الان خیلی مقصدی من همین است که باید که در تاجیکستان هم اگر که کار نیابن اگر در خارجه همچون متخصص کار کنن، یعنی مهاجر ذهنی داشته باشه. بله. این یک چیز معمولی از برای تمام جهانی یکم بدی نداره. انا چی باید کرد؟ من یک نظریه دارم، اگر نظر کنید با قانون‌های ملی که ما قبول کرده هستیم، من در نظر دارم تربیه فرزند، مقام پدر و مادر در تربیه فرزند، یا اینکه تنظیم تنظیم جشن مرکه، همین ها رو اگر نگاه کنید که کم کن از دایره قانون‌های مقرری بیرون هستن. بله. لیکن نتیجه خیلی خوب داده هستن. یعنی ما با بعضی محدودیت کنی ها مجبور کرده استادیم که ملت ما هم برای درست روند. همین مثلا اگر که خویم که همین سمت انتخاب کسب از جانب جوانان درست حل کرده شد، باید ما یک قانونی هم خیلی قانون نباشن بعضی فرمایش ها رو قبول کنیم که به همین کمک کنند. مثال از همه عادیش تمام جوانایی که در سمت علم طبیعت شناسی تحصیل کردن میخوان باید که از دعوت و صف ارتش ملی آزاد کرده شوند. خیلی خوب. لیکن در همین فاصله های کوتاه مدت فرض کنیم 3 ماه به طور اینتنسیوی شب و روز یک سمت معین متخصصایی که برای ارتش ملی ما در سطح پیشرفته ضرور هستن آماده کنن. از همین بچه‌ها این امضا کنیم اداره کردن بی‌سرنشین، درست؟ اداره کردن راکت‌ها یا که راهگیری کردن همون یا که علم حمایت فضای کشور. الان همین متخصصا رو ما آماده کنیم، بگذار امروز دکار نباشن، اینو تیار میشن، اینو به ضرورت با همین فرض کردیم با کارهای جسمانی مشکل اینو با خدمت از 2 سال خدمت کردن از بین میروند. اولش اینکه برای محافظت وطن ما متخصصان بهترین رو به دست میاریم که این چیز باید جدی شود، سرسری نباشد. دومش اینکه همین مردم ما هم خیلی اگر که همین روز ما همین قرار رو قبول کنیم که پگاه تمام فاکولته‌های علم طبیعت شناسی پوری دانشجو میشه. اینجا به شما خودتون جدا میکنید با ما کاری ما تربیت کردن مهر علم در دل آنها وارد کردن. خب خیلی با آسان میشه. بعد در آخر گفتنی هستم که البته من در اول گفتم من مخلصی برنامه‌های شما هستم که نامش بسیار زیبا است. هر صحبتی که در اینجا شد همش در نتیجه مطالعه کتاب‌های خیلی بسیار 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 بدیهی در آوان جوانی حاضرم. در همین نتیجه از من یک مثال میارم. وقتی که کتاب چنگیز اتماتوف در مسکو وقتی که دانشجو بودم پلاخ اولین مرتبه چاپ شد به دستم آمد، هم سبق که من آورد با من 2 شبانه روز وقت داد که همین میخونیم مرامتی من باید بازگرد کنم. در 2 شبانه روز خوندگی هستم. مقام کتاب در زندگی انسان خیلی بلند است. من یک مثال دیگر میارم. من متاسفانه در اون
соли 20 дар ҳамун ковид-19 бемор шудам дар беморхона. خیلی نسبتاً وزن‌تر همین بیماری رو گذراندم. یگانه چیزی که من رو فکر میکنم از همین فلاکت ها نگه داشت این کتاب در تلاش زندگی جک لندن بود و سرمدهی استاد بهمنیان بود. ذاتی کتابخانه که با زبان اصل اگر شما کتاب بیسی داستایفسکی رو خوانید با زبان روسی بعد میفهمید که کتاب چی است. لذتش هست. با غیر همه این من چیزی که خرید کردم من از آوانی بچگی یک پرابلم داشتم. این پرابلم وقتی خوله است. تصور کنید که در دوره بچگی ما تلفن نبود، این نبود و این نبود، کامپیوتر هیچی نبود، فقط کتاب بود و تلویزیون بود. همون وقت ما بسیار برنامه‌های تلویزیونی دوره شروعم برای من قابل قبول نبود. من کم تلویزیون تماشا میکردم، فقط برنامه‌های علمی عمومی رو تماشا میکردم. یگانه چیزی که من رو از همین ورطه‌های هر خیال منفی خلاص کرده است این کتاب است. من رو پدر و مادرم وقتی که سمتی زندگی آینده من رو معلوم کردن تو عالم باید شوی بودن، کار کردن نمی‌موندن. کار جسمانی کردن نمی‌موندن. من خودم مجبور می‌رفتم بعضن کارا می‌کردم، می‌گفتم برو کتاب خون. از کتاب من چیکار گرفتم با وظیفه مکتبی رو همین در نیم ساعت همش رو حل می‌کردم. بعد دیگه وقت من می‌رفتم کتابخانه‌های شهری و کتابخانه‌های جماعت می‌رفتم 10 تا کتاب‌های بدیهی می‌آوردم، فقط می‌شتم کتاب می‌خوندم. پدر و مادرم خیال می‌کردن که من با این مشغول هستم، لیکن کتاب بدیهی بودم. واقعا عالمان واقعی اهل مطالعه هستند. برای همین مشاهده می‌شود عالم‌های واقعی اهل مطالعه هستند. کتاب همه چیز است. کتاب زندگی نامه شما رو بیان می‌کند. کتاب دوست جانی شما است. کتاب عصبی شما رو آرام میکند. سلامت باشید استاد. بار دیگر یادآور میشم که در خدا کند که چنین باشد، خدا کند که چنین جوانان در میدان علم بیشتر و بیشتر پیدا شوند و واقعا صحبت با شما خیلی خوب بود استاد. امیدوارم که بار دیگر مهمانی برنامه کتابخوان میشیم و ما در سمت‌های گوناگونی علم طبیعی ریاضی با شما صحبت خواهیم کرد و با بیننده برنامه کتابخوان بار دیگر یادآور میشم که همراه ما در برنامه ما بودن استاد مقصود برات اسلامزاده، یک نفر دانشمند تاجیک، دانشمند خوشنام تاجیک. شما میتونید از طریق ویکی‌پدیا معلوماتی بیشتر درباره استاد بگیرید و برنامه کتابخوان بود. با امید که روز مردمی عزیز تاجیکستان، مردم شریف تاجیکستان سر مطالعه ترین مردم جهان میشوند. برنامه کتابخوان رو به انجام میرسانید. خدا یار آورد.